محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شکر خدایی را که ما را در این مسیر هدایت کرد و اگر نبود هدایت الهی معلوم نبود از خدا ناکجا آباد سردیم. عرض سلام، ادب و احترام و عصر بخیر دارم خدمت شما عزیزان از اینکه در خدمتتون هستم. خداوند متعال شاکرم. خب با توجه به اینکه فرمودن اکثر عزیزان تشریف آوردن جلسه قبلی ما رو بودن یا جلسات رو من نگاه کردن و دیدیم ظلم در حق این جمعیت کسی رو بخوام ببینیم مطلبی رو ببینیم. جلسه هم که اعلام کردن عام مهدویت زدن، یعنی دست ما باز بحمدالله همه چی میتونیم حرف بزنیم، دستشون دادن. خدمت شما عرض میکنم بحثی که بنده فکر میکنم مناسب باشه حالا یا همچین جایی بررسی بشه، نقش آقا امام زمان عجل الله و مسئله واقع شریف ظهور در ادیان مختلفه. یعنی نگاه یک مسیحی، یک یهودی، یک زرتشتی، یک هندو، یک بودیست، یک جینیست، اینها یک سنی، یک شیعه به امام زمان چجوریه؟ آیا نگاهی که به امام زمان وجود داره این انتظار اونا چجوریه؟ یه انتظار پویا اکتیو و فعاله ولی خیر اینجور نیستش. ما میشینیم اونم میاد دیگه هر وقتش میشه. یه انتظار خموده و آرام. بند اول مسئله منجی رو در ادیان ابراهیمی بررسی میکنم به غیر از اسلام، چون اسلام بحث شده. حالا اشاراتی میکنم مثلا این نکته نظر اسلام چیه از این قسم و بعدش میریم سراغ ادیان دیگر مثل آیین زرتشتی که ما به قول آیین کهن ما ایرانی ها بوده و بعد هم ادیان هندو که متاسفانه یا خوشبختانه اخیراً خیلی دارن روی مسئله بحث میکنن. خیلی، یعنی دین بودیسم رو به عنوان دین آخرالزمان امریکایی ها و صهیونیست‌ها قصد دارن جا بندازن، یعنی همه مردم دنیا به نوعی بودیست بشن. نه اینکه حتما اون کارهای بودیست رو انجام بدن، منظور اینه که اون تفکرات اصلی و شاکله اصلی و مفهوم این فکر رو داشته باشن و به اون اعتقاد داشته باشن. چون بهترین دینی که به درد صهیونیست‌ها و امریکایی ها میخوره همین بحث آیین بوداست. اگر عنایت داشته باشید وقتی چین به عنوان کشور آخرالزمان قرار انتخاب بشه از سمت صهیونیست‌ها، نیو اسرائیل جدید، یهودیان در حال کوچ کردن به سمت چین هستن، دین این کشور هم باید خاص بشه. فردی به اسم دالای لاما رو اینها علم کردن و دارن روش کار میکنن. در اجلاس ادیان که در کشور استرالیا برگزار شده بود، عزیزی حضور مستقیم در اونجا داشت، 80 ساعت فیلم از اونجا گرفته بر من آورد. خدمت شما عرض بکنم اصلا عجیب بود. بهتره بگیم اون اجلاس کلا دست دو تا دین بود، بودیستا و بهایی ها. خیلی برای من عجیب بود. جولان میدادن، مثلا مرکز سالن همایشش که می‌خواستید برید بیرون، یه می‌خواستید داخل بشید و می‌خواستید بیاید بیرون از سالن، یه مرکزی بود، یه حیاط مثلا بزرگ و مسقف، حیاط نمیشه گفت، سالن انتظار مانندی، یه لابی داشت اونجا.
اونجا رو کنترل داده بودن دست بودیستا که اینا اعمال مذهبی خودشون نشون بدن. مثلا یه نفر تبل داره میزنه اون وقت، یا داره مدیتیشن انجام میده، داره یوگا کار میکنه. از این طرف هم شما میبینید بعد همین ورزش ها و همین مدیتیشن ها رو اینا چون کردن مثلا جا انداختن. یوگا بحثش خیلی جدیه، کار میکنن و عزیزان که یوگا هم کار میکنن اصلا نمیدونن دارن چی کار میکنن. در این مدیتیشن و این ریلکسیشن که انجام میدن و رسیدن به آرامش و رسیدن به خدا، دو تا به قول موجود رو فراخوان میکنن، میخوانش که هر دو تا، یکی کریشنا و دیگری کالی، هر دو تا اینا بابا الهه های، اینا معادل شیطان در زبان عربی هستند. کالی خدای قربانیه. کالی رو همیشه اینا در حالی ترسیم میکنن که یه نخی به گردنش آویزون، سرهای قربانیان کنده، از گوشاشون نخ رد کرده به سر بدن آویزون کرده مثل تسبیح نقدر گردنش. این میشینه بارها مدیتیشن انجام میده، از اون کمک میخواد و نمیدونه یا طبیعی میشه. ما بریم نگاه به منجی اینجا چیه؟ وقتی اینا دارن دست میزنن رو آیین بودیسم و از طرف آخر زمان دارن نگاه میکنن، اون منجی چه شکلیه؟ چه جوریه؟ چه تعریف میکنن انجام بدن؟ اول ادیان ابراهیمی بودیسم. ادیان ابراهیمی شامل 3 دینه. به ترتیب تاریخ آمدن این دین ادیان عرض میکنم: یهودیت، مسیحیت و اسلام. در مورد این دو دین باید عرض کرد خدمت شما که این هیچ کدام از این دو دین قابلیت جهانی شدن رو نداشتن. یعنی اصلا برای جهانی شدن نیامده بودن. پیامبرانشون یعنی حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام فقط برای قوم خودشون اومده بودن. ببینید یه مثال بنده بزنم. با تراکتور میشه اومد تو خیابون گاز داد؟ میشه. نمیشه. تراکتور از همینجا میشه راه مشن. میشه. اما قابلیت این کار نداره خودش. کل دیگه خودشو به قولی بکشه، راننده 70 کیلومتر سرعت این بخواد بشه. نه، این به درد مزرعه میخوره. مسیحیت به درد اون قوم تو اون تاریخ میخورد، اصلا قابلیت جهانی شدن رو نداشت. فقط 2 تا دین جهانی میشن از این نداره. یکی آیین حضرت ابراهیمه و دیگری آیین حضرت رسوله. به خاطر همین برخی شبهه‌ای دارن مبنی بر اینکه دین حضرت رسول قبل از اینکه خودش پیامبر بشه چی بوده؟ پدرانش دینش چی بوده؟ اینا حنیف بودن. ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی. ابراهیم خودش نه یهودی بود نه نصرانی، بلکه او حنیف بود و تسلیم امر خدا و مشرک نبود. اینها ادیان جهانی بودن. حضرت ابراهیم به پاس خدماتی که انجام میده برای اشاعه دین الهی و آزمایش‌های جدا سختی که میشه، آزمایش‌های واقعا طاقت فرسا و سربلند از همین آزمایش‌ها بیرون میاد، خداوند بهش وعده میده که زمین رو به ارث او برسونه، به ارث بچه‌های او برسونه. میگه من به تو وعده میدم که دین تو بر دنیا حاکم خواهد شد و فرزندان تو دینشون رو بر دنیا حاکم خواهند کرد. این بحث هم در قرآن آمده هم در تورات. و از حضرت ابراهیم با عنوان ابوالادیان، پدر ادیان، و در قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم یاد میشه. پیامبر بزرگ آزمون‌های سخت بود. من اول از مسیحیت شروع میکنم، بعد میرم سراغ یهودیت. چون مسیحیت یک اشتراکات خاصی با اسلام داره. یعنی اوضاعش خورده بسامان‌تر از یهودیته. تحریف کمتر شده، نه که نشده باشه. اوضاعش بیریخته، اما نه مثل دیگه تحریف‌هایی که در یهود صورت گرفته. در میان مسیحیان اعتقاد به بازگشت حضرت مسیح اعتقادی جدی است. اینا اعتقاد دارن حضرت مسیح بعد از اینکه به صلیب کشیده شد و شهید شد و موجه خودش رو داد، میگن با نیزه زدن تو قلب حضرت مسیح، سوراخ کردن، خونش ریخت. و این دروغه. حضرت مسیح اصلا به صلیب کشیده نشد. چرا داره اینو میسازه؟ من عرض میکنم به خاطر اینکه در پیشگویی‌ها و در عهدی که خدا با ابراهیم بسته بود گفته بود یکی از بچه‌های تو قربانی میشه. اسماعیل هم نیست. و فدیناه بذبح عظیم. به خاطر یه ذبح بزرگتر من اینو میبخشم. قربانی که در راه خدا موجه میده. موجه به عربی برای کسایی که نمیدونن خون توی قلب میاد. یعنی شما یک گوسفند رو وقتی قربانی میکنی خون توی قلبش خارج نمیشه، موجهش ریخته نمیشه، خون توی
توی قلب باقی میماند. اما اون قربانی که مهجه در راه خدا میده. آقا امام صادق درباره پدرش آقا امام حسین خطاب به حضرت علی میفرماید الذی بذل مهجته فیک، کسی که مهجه‌شو در راه تو داد. با حالا یعنی این خون توی دلش هم ریخت. شما میبینید دقیقاً همین حرف اون کار ملعون هرمله با اون تیر 3 شعبه بود. اما همین اتفاق رو در مورد حضرت مسیح هم نقل میکنن. میگن نیزه‌ای که آن سرباز رومی زد به قلب حضرت مسیح و خونش ریخت. الان مطرحه که این نیزه معروف به نیزه سرنوشت. میگن این نیزه یک مدت اون سرنیزش یه مدت دست هیتلر بوده. بذار مطرح میکنم غربی. میگن این نیزه ایست که سرنوشت قدرت و آخرالزمان رو تعیین میکنه. خب من بالا این حرفا کارم که اینا بیشتر به جوک شباهت داره. مزخرف یعنی واقعا. اصلا حضرت مسیح به صلیب کشیده شد. قرآن میگه چی؟ امر بر شما اشتباه شد. اونی که خائن بود به صلیب کشیده شد. یعنی همون یهودا اسکاریوتی و مسیح عروج کرد. بعد اینا میگه خب حالا مسیح کشته شد، بعدش چی؟ میگه مسیح که کشته شد 3 روز بعد دوباره زنده شد و 40 روز طول کشید به آسمان بره و باز خواهد گشت. برگشتنش هم حالا ما منتظریم. توی انجیل هم تا دلتون بخواد بگه میاد من خودم برمیگردم پسر انسان میاد، دونه دونه با سند براتون از اون میخونم. اما نکته‌ای که اینجاست به یک باره از قرن 17 میلادی یک تحول عجیبی در نگاه آخرالزمانی مسیحیان به وجود میاد توسط افرادی مثل اسکوفیلد، مثل جان نلسون داروین، مثل ویلیام میلر، مثل راسل. اینا کسایی بودن که یک تحول عجیب در برداشت‌های جدید از کتاب مقدس کردند. یعنی وقتی انجیل رو می‌خوندن میگفتن نه این برداشت چرا شما توی تفسیر تا حالا ندیدید؟ ما الان ندیدید؟ بحث می‌کنیم در مورد آیه قرآنی، میگن این چیزی برداشت تا ازش نکردید. عزیزی چند وقت پیش یه جایی تفسیر از سوره بقره رو من داد، اصلا من واقعا مات خوندم این قضیه با کار کردنشون. اثبات میگه اصلا سوره بقره چیه؟ اون سوره بقره به خاطر اون بقره بنی اسرائیل نامگذاری شده دیگه، اون گاو معروف که ماجرا شالا شنیدید. اصلا ایشون میگه که این سوره ولایته، اثبات میکنه اون داستانه که در مورد این برید آقای بابا اینجوری باشه اونجوری باشه داره مطرح میکنه در مورد بنی اسرائیل. اینقدر جالب ایشون این رو ارتباط میده به جریان صحیفه که من مات خوندم. نه توهما، آیه میاره، روایت میاره، یعنی برداشت جدید از اون آیه داره که تاکنون صورت نگرفته. همچین نگاهی به وجود اومد. منتها در میان کتب مسیحیان واقعا همچین جایگاهی وجود نداره. میدونید چرا؟ انجیل اصلش به زبان آرامی است. این رو ترجمه میکنن به زبان یونانی. یونانی رو میکنن انگلیسی، این هم انگلیسیش داره اینجا مانور میدن. اصلا یعنی کلمات قابلیت مانور نداره. توی همین فتنه‌ای که اینا انجام دادن، یعنی انجیل رو از زبان آرامی بردن به یونانی، از یونانی آوردن به انگلیسی، کلی تحریف کردن. کتاب عهد عتیق رو هم همین کار کردن، کتاب یهودی ها رو. اینا به عهدین اعتقاد دارن، عهد جدید و عهد عتیق، کتاب یهودی ها و مسیحی. مسیحی ها کتاب یهودی ها قبول دارن، یهودی کتاب مسیحی ها قبول ندارن. پیغمبرشون قبول ندارن. یهودی ها حضرت مسیح نعوذ بالله رو زنازاده میدونن. و حضرت مریم رو اتهامات رکیک جنسی بهش میزنن. اصلا قبول ندارن. حالا من نمیدونم چه دوله شدن سواری دارن میدن به یهودی‌ها، اونو عرض میکنن چه اتفاقی افتاد. نگاه به منجی عوض شد. این بیشترش توسط نفوذ یهودی‌ها بوده. مسیحی‌ها به ذات با یهودی‌ها آبشون توی جوب برون نیست، چون تو انجیل نوشته پیغمبر رو یهودی‌ها به صلیب کشیدن. مگه میشه اینا آبشون توی جوب بره؟ داره فوش میده، کتاب حرامات داره فوش میده به حضرت مسیح، داره توهین میکنه. مگه میشه آبشون توی جوب بره؟ مراسم داشتن یهودی‌ها که انجیل آتیش میدادن، مگه میشه آبشون توی جوب بره؟ مراسم داشتن مسیحی‌ها که تورات آتیش دادن بعضی موقع. هرچند تورات رو بهش اعتقاد داشتن، بعضیشون دیگه انقدر قاطی می‌کردن می‌رفتن آتیش می‌دادن. اما یهودی‌ها که کتاب مسیح آتیش شدن خیلی پیش اومده. مثلا جشنی داشتن، کوری از انجیل درست می‌کردن، کبریت می‌زدن زیرش. مگه میشه شکل بگیره همچین؟ اما شکل گرفت.
اومدن برداشت‌های امثال اسکوفیلد و جنرالسون داروی از تو انجیل انجام دادن، گفتن راز بازگشت مسیح اینه که همه یهودی‌ها کوچ بکنن به اسرائیل. به عرض موعود باید همه یهودی‌ها همونجا باشن. یک بار دفعه اول یهودی‌ها همشون همونجا بودن دیگه. مسیح اومد، مسیح رو قبول نمی‌کنه، بود بگار بود. دوباره همه یهودی‌ها باید اونجا باشن، مسیح بیاد. این دفعه چیکارش کنن؟ قبولش کنن. بفهمن اشتباه کرده بودن. بفهمن اشتباه کرده. اون موقع مسیح. دو گرایش از دل میزنه بیرون. گرایش ما قبل هزاره و گرایش ما بعد هزاره. گرایش ما قبل هزاره یک نوع، بعد هزاره فرق می‌کنه. ما قبل هزاره اینه. این یهودیایی که تو ارض مقدس یعنی فلسطین و اورشلیم اسکان داده شدن با همین نیت اسرائیل شکل میگیره ها. شما فکر میکنید دین تو دنیا حاکم نیستش. تمام اتفاقاتی تو دنیا داره میفته اتفاقات عقیدتی است. اینها میگن که ما قبل هزاره‌ها میگن باید قبل از آمدن مسیح 3/4 این یهودی ها مسیحی بشن تا مسیح بیاد. ما بعد هزاره‌ها قوی‌تره قدرتشون، تعدادشون هم بیشتره. اینا میگن خیر، اول مسیح میاد بعدا اینا مسیحی میشن. لزوم نداره همشون قبلش مسیحی بشن برای آمدنش. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. خوب نگاه داشته باشید. همه یهودیایی که به خواب شبشون هم نمیدیدن برگردن به ارض مقدس، زورشون نمیرسید. توسط مسیحی‌ها برمیگردن. چقدر قشنگ خودشون تحریف به وجود میارن. اون تحریف زمینه ساز میشه که اینو با دست یزیدی‌ها برن. این واقعا استادانه کار کردن. زیرا دشمن براشون حمالی کرد. برمیگردن. حالا میدونی همین آخرشون نتونستن جور کنن. هنوز اوضاعشون بیریخته. توی این تفکر 3/4 یهودی‌ها باید کشته بشن به دست مسلمانان تا مسیح ظهور کنه. مسیحی‌ها رو بهشون میگن اهل یک شنبه، یهودی‌ها رو میگن اهل شنبه، مسلمان‌ها میگن اهل جمعه. اهل شنبه پیروز جریانی هستند که در آن اهل یک شنبه توسط اهل جمعه و اهل جمعه توسط اهل یک شنبه تارمار شدن. یه جنگی است. می‌بینید بریم به اونا تضعیف میشن، ما میایم میوه آماده رو میچینیم. این تفکر اینقدر قوی میشه که پتراورسون از رهبران ما قبل هزاره مسیحی ها، یا قبلش باید مسیحی بشن تو مسیحی بیاد، برخلاف جری فالبل چند وقت پیش به درک واسه شد. اصلا فیلم من از این آدم دارم که داره فوش شده به حضرت رسول. مسیحی ها از آخوندهای درجه کله‌گونده مسیحی دونست بود. پتراورسون نامه می نویسه به مناخیم بگین رئیس حکومت وقت اسرائیل، میگه بیاید از الان مسیحی بشید که اگه مسیح اومد زیاد کشته ندید. مناخیم بگین جواب قشنگی میده. این نامه به عنوان یک سند جهانی هست. میان با هم قرارداد می‌نویسن. ما قول میدیم اگه اون مسیحی که تو میگی آمد ما هم اون ایمان بیاریم. یعنی قشنگ اینجا داره نشون میده که یهودی‌ها از مسیح سواری گرفتن. یعنی اصلا مسیحشون رو قبول ندارن. میگه که آره اگه تو اونی که تو میگی اومد قبول من. یعنی اگه اون شرطی که تو میدی به وقوع پیوست مشروط هم اجرا میشه. یه بابای طلبی داشت از بنده خدایی. میومد گفت آقا طلب ما رو بده یه قصابی. برو فردا بیا. 2 سال بود بریم برو فردا بیا. یه روز این قصابه نبود. پسرش بود. من گفتم طلب من میدی نه. گفت نگاه کن عزیزم این چیه؟ گفت تنه درخته. تنه درخت است قصابه دارن گوشش. با سوم خود میکننش. گفت اینو بعد بذار وسط آسفالت. گفت خب که چی؟ گفت این تنه درختی گردو. اگر اینو روزی ما بزرگ خوش شده. گذاشتش وسط آسفالت. این درختی گردو شد. ریشه زد رو همین آسفالت. آلبالودا بیا طلب تو بگیر. به قول به زن خودش آب پاکی ریخته دستش. گفت خدا پدر تو بیامرز. بلند شد رفت. باباش بعد از اون من در دکون. گفت بابا فلانی بود از میاد اینجا سفیش میشد. شهرش کردم. گفت چیکار کردی؟ گفت بهش گفتم این تنه گردو رو اگه گذاشتی روی زمین رو آسفالت درخت به چی گفتم؟ آلبالو شد مثلا نفس گلابی داره و هر چی بیا طلبت بگیر. باباش یکی خواب زیر میشش. گفت اومدیم این تنه رو گذاشتیم و گردو شد و آلبالو داد. خب فردا که تموم میشه که همینجی سر میتون میشنادش 2 سال بیان گفتم فردا باز موتورشو میگرفت.
اینا یه همچین شرطی به زعم خودشون برای مسیحی گذاشتن، یعنی اون مسیحی که تو میگی اومد باشه، یعنی مطلقا ذره اون مسیح تحلیلش قبول نداره. میگه میگه چی میگم برزات مسیحی اون شارلاتانی بود اومد ادعا که من مسیح موعودم، ما خوب حساب شوشین کف دستش را بکارش کشتیمش بابا اوروج کردیم زنده شدن. نه بابا کش. اخیراً میبینی چی پیدا کردن دیگه ها؟ یه فیلم ساختن The Lost Temple of Jesus. خدمت شما عرض بکنم یه مستنده، میگن قبر حضرت مسیح هم پیدا کردیم، زن هم داشته، بابا هم داشته. بابا برای چی میگه بابا داشته؟ این کجا داره زیر روش میزنه؟ بابا هم داشته، این هم بچه هاش. Lost Temple of Jesus. این هم چه اینجا فیلمش هست در دانلود میتونید ببینید. باید یه فیلم دیگه میسازن، یعنی حضرت مسیح ازدواج کرده بود. حضرت مسیح داره مرگ حضرت مسیح آرمان جا میندازه، چون رساله دست کی؟ دست یهوده. این مسیحیان نمیدونن چه سواری دارن به کی میدن. اما اگر بتونیم به لحاظ رسانه‌ای این اختلاف رو بین اینا زنده بکنیم، اینا دیگه با ما کاری ندارن. قرآن هم کدش رو ما داده، میگه قلوبهم شتا، دلای اینا تیکه تیکه است. این نگاه به موجب وجود اومده، به اینها میگن مسیحایی به انجیلیست، نیو انجیلی. نگاه نو داره به انجیل، نگاه جدید، تفسیر جدید داره از انجیل. اینها خدمت شما عرض بکنم الان قدرت در امریکا در دست دارن. 70 میلیون نفر در امریکا فقط حضور دارن. از همین الان برای اون جنگ آخر زمان که اسمش آرماگدونه دارن نیرو جمع میکنن. از همین الان انبارها رو پر دارو کردن، از همین الان پر دارو آماده، اسلحه خریدن. اینها جریان تاثیرگذار بر مسئله رأی آوردن جمهوری خواه و دموکرات تو آمریکا. هر رئیس جمهور میخواد رأی بره باید دم اینا رو ببینه. اینقدر قدرتشون میرسه میتونن رئیس جمهوری برقرار بکنن. به شدت من از اینها احساس خطر میکنم. شدیداً قائل بر این هستن هر کشوری جلو قدرت گرفتن اسرائیل بگیره باید پودرش کرد. به شدت هم از ایرانی بیزارن. میگن ایران کشوری که داره نمیذاره یهودی‌ها جمع بشن، امنیت اسرائیل رو از بین برده، اینا دارن برمیگردن. به شدت باید باشه. هر سال اینا رو جمع میکنن، اردوی سیاحتی زیارتی براشون میذارن تو کجا؟ میارن توی جشن هارمجدون یا آرماگدون، وسط دشت یه پل هوایی بزرگ زدن میبرن بالای پل، چون بلندی نیست، از اون بالا دشت رو ببینن. میگه این جنگ اینجا صورت میگیره، 1 میلیون اینجا کشته میشن، 10 میلیون اونجا کشته میشن، فلان و بهمان. و دارن این اعتقاد رو به وجود میارن اون جنگی که اتفاق میفته با سلاح هسته‌ای ختم به خیر خواهد شد. نه استفاده از بمب اتم قشنگ دارن اشاره میکنن. جنگ آرماگدون یعنی همین اینا رو انداختن. این نگاه توسط مسیحی‌های کاتولیک، مسیحی قدیمی، مسیحی ارتدوکس شدیداً رد میشه. قبول نداره این مزخرفات رو. به خاطر همین جنگ همیشه بین کاتولیک ها و ایوانجلیست ها بوده. اما آرام آرام کلیسای کاتولیک رو هم اینا میگیرن، تا جایی که دهه 70 یا 80 میلادی پاپ وقت میاد علنا اعلام میکنه یهودیان در کشتن حضرت مسیح نقش نداشتن. یعنی تمام میکنه ماجرا رو، اشاره میکنه ما دیگه این بریم. یعنی دقیقاً تمام قله‌های مسیحیت توسط یهودیت فتح میشه. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. بیشتر دشمن‌ترین افراد نسبت به مؤمنان را یهودیان خواهی یافت. قرآن داره میگه، یه روز میخواد بخوام نه، یه روز میفهمی، یه روز میرسی. لتجدن نه فعل مضارع است، یعنی استقرار داره، یک روزی میفهمید. ما گفتیم بشون. حالا نگاه مسیحیت درست چیه؟ مسیحیت درست اصلا اثری تقریبا ازش نمونده. از کتاب دینش تحریف کردن، جاهایی که مربوط به منجیه زدن، جاهایی که تصدیق حضرت رسول زدن. ما در کتب دینی تصدیق حضرت رسول که سهله، تصدیق امیرالمومنین رو هم داریم، هر زدن. مثلا کلمه نجات بخش رو کلمه ستوده که معادل چی بود؟ احمد. حضرت عیسی آیه داره در انجیل میگه که آقا بعد از من ستوده خواهد آمد، در حالی که منو تصدیق میکنه. قشنگ اشاره میکنه بعد من یکی دیگه بخواد بیاد. میدونم من چیکار کردم؟ ستوده رو بردم به زبان یونانی، از یونانی آوردم به انگلیسی، از انگلیسی کلا چرخوندن شد یه چیز دیگه. و حالا میدونی چی میگن؟ یعنی جبرئیل اینجوری کار کردن. تو یهودیت هم کار کردن. در غزل غزل‌های سلیمان
حضرت سلیمان کلمه رو دقیقاً داره حالت مستانه صحبت میکنه در مورد فرد به یک باره میگه محمدیم، قشنگ اشاره میکنه میگه من در مورد اون آخریه دارم حرف میزنم. اومدن اینو بردن باز تو یونانی آوردن تو انگلیسی محمدیم کردن. من خیلی خوشحالم. اصلا شما فیلم مصائب حضرت مسیح رو که مل گیبسون ساخته رو ببینید، به زبان آرامی ساختهش. خب نگاه بکنید حضرت عیسی میگه الله، میگه الله، من خدایی که اونجور استفاده میشه میگه الله، اینه شده گاد. یعنی اینجوری دیگه قبول شده زدن. علی حال انجیل بارنابا که صحیح ترین انجیله و خود مسیحی ها پیدا کردن، خودشون ترجمه کردن. الان مسلمان حرف میزنه میگه این انجیل شما مسلمان نوشتید. در این انجیل اشاره میکنه حضرت مسیح به صلیب کشیده نشده، مژده آمدن حضرت رسول رو داده، قشنگ مژده آمدن حضرت مهدی رو داده، قبول ندارن. خودشون پیدا کردن. یه انجیلی بود که کشف باستان شناسانه پیدا شد. بارنابا یکی از یاران حضرت مسیح بود. سریع و حذف شده به ضررشونه. این خطرناکی نبود. در انجیل متی 27-24 به قول از حضرت مسیح، ببین متی یکی از یارانش بود. 4 تا از یارانش بعدش که بعدشون اصلا حضرت مسیح رو درک نکردن. اصلا حضرت مسیح ذهنشون نمیخورد به آمدن حضرت مسیح. حرفای حضرت مسیح رو نوشتن. معرکه از خدا وکیل. همین این تو اسلام بودن چی کارمون میکردن. اصلا طرف حضرت مسیح رو ندیده اومده کتاب نوشته. میگه حضرت مسیح اینو گفت. اسم متیوس که زیاد شنیدید تو فیلماشون، انجیل فرد متی مد نظرشونه. یکی از حواریون. همچنان که برق از شرق ساطع شده و در مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان چنین خواهد شد. حضرت عیسی داره در مورد فرد دیگری حرف میزنه. همچنان که برق از شرق ساطع شده و در مغرب ظاهر می شود، پسر انسان چنین خواهد شد. کلمه پسر انسان کلمه کلیدی است در انجیل. 80 مرتبه در انجیل کلمه پسر انسان آمده. مثل جیمز هایس در کتاب قاموس کتاب مقدس که خودش هم آخونده درجه 1 مسیحیه، میگه از این 80 بار نهایتاً 30 بارش فقط حضرت مسیح، 50 موردش داره به فرد دیگری اشاره میکنه. خود حضرت مسیح میگه منو پسر انسان با هم میام، بعد من پسر انسان میاد. عجب. معلومه در مورد کسی دیگه داره صحبت میکنه. میان چی میگن؟ میگن آها این که گفته فرد من بیاد، این منظور جبرئیله. بهش میگه خب مسلمان که نیستش. مسلمان تسلیم به خدا. اگه تسلیم به خدایی مگه جبرئیل قبلش نبوده؟ اینجا میگه بعد من میاد. اصلا کی اون سیب رو داد به حضرت مریم باردار شد؟ خودتون میگه روح القدس تاییدش کرد حضرت مریم رو. و یدنا به روح القدس. پس داره اینا رو یکیه. بعد جالبه ببین آقا حضرت مسیح علیه آلاف تحیت و فنا کلمه پسر انسان استفاده کرد که یه روزی جلوی مزخرفات رو بگیره. جبرئیل که اصلا بچه آدم نیستش که فرشته است. این خطرناک. اینا باید بحث صحبت نکنید. با اون یکی داداششون میگه به اسرائیل به درست بچه داره. بچه انسان نیست، پسر انسان نیستش که، پسر آدم نیست. میگه پسر انسان، اشاره میکنه به انسان بودنش. ببینید همش با خودم گفتم چرا حضرت مسیح از کلمه استفاده کرد؟ دیدم جلوی تحریف گرفته با نامگذاری. میاد پس 50 موردش حضرت مسیح میگه بعد من بیاد. وقتی پسر انسان میاد من هم میآیم و او را جلال میدهم. خودش میگه وقتی میاد منم میام و تاییدش میکنم. یعنی چی؟ یعنی مسیحی‌ها چشم گوشی کی دارن؟ حضرت مسیح میاره. خودش داره میگه وقتی که دل بسته بشه تیر و تار بشه دیگه حرفی رو نمیشنن. 30-24 انجیل متی باب آیه. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدیدار می‌گردد. در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند، پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال می‌آید. انجیل متی 24-35-36 آسمان و زمین زایل خواهد شد اما سخن من زایل نخواهد شد. اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد. اینا که من توقیف میکنن. ببین تایید میکنه آیت عیسی. یه توقیف نداره. هیچ خبر نداره جز خدا. حتی ملائکه آسمان جز پدر من و بس. پدر من یعنی خدا. پدر پسر و روح القدس. جز پدر هیچ کس خبر نداره. با این وجود حاضر باشید زیرا در ساعتی که گمان نمیبرید پسر انسان میآید.
اون لحظه که خبر نداری میاد، اون لحظه که حواستون نیست، یه لحظه میبینی آقا یه سر و صدایی بلند میشین، میبینی سر و صدا و تلویزیون داره خبر میده و چیزی میلرزی. در روایات داریم ظهور آقا امام زمان بغتتنه، یعنی یهوییه. خیلی ها گیج و بیج میزنن اونایی که آماده نیستن. « 25 31 و 32 اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خود آید، در کرسی جلال خویش خواهد نشست و جمیع امتها در حضورش جمع شوند و آنها را از هم جدا می‌کند». میاد اونجا شمشیر حق داره جدا میکنه، یکی بره اون بر، یکی بره این بر، معیار حق با اوست. انجیل مرقس، کلمه مارک اسمی که این استفاده میکنه از این کلمه مرقس گرفته شده، همینه اسمی که نامی که مارک استفاده. یکی دیگه از افرادی که ذکر کرد آیات مربوط به حضرت مسیح علیه السلام. 13:26 آیا پسر انسان را ببینید که با قوت و جلال بر ابرها می آید. 13:32 و 33 از آن روز و ساعت جز پدر هیچ کس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر هم. میگه خود حضرت مسیح هم خبر نداره موقع که. پس بر حذر باشید، اینجاش خیلی قشنگه، و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمیدانید آن وقت چه میرسد. چون خبر نداری چه زمانیه و تو گم شدی تو زمان، میگی الا متی احار فیک یا مولای دائما به تا کی سرگردونت باشم آقا. فلذا آماده باش، چون معلوم نیست کی بیاد که. مبادا خورشید بزنه باشی نماز صبح بخونی. با طلوع خورشید نماز چی شده؟ قضا شده. مبادا آماده باش. حضرت مسیح داره میگه بیا بر پسر انسان. بابا انجیل یعنی چی؟ بشارت. کلمه انجیل یعنی بشارت. حضرت مسیح آمد بشارت آمدن بده. آقا امام زمان بیاد این آیه ها رو براشون میخونه، میگه اینا منم. اون انجیل تحریف نشده رو بیرون میکشه، به زبان آرامی براشون میخونه، میگه بیا یدخلون فی دین الله افواج، فوج میاد دین خدا. اینه 13:36 پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید در چه وقت صاحب خانه میآید، در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح، مبادا ناگهان آمده و شما را از خفتگان می‌آورد. میگه آقا فکفامیلاتو میخوام یا خونتو زنگ میزنن الان رسیدیم آقا 10 دقیقه دیگه درتونه، میپرید سریع خونه رو ترتمیز میکنی. میگه اینجوری نباشه، چون زنگ بگی نمیزنه، یه لحظه کلید میندازه میاد میبینه خوابی، خونه کثیف و میگه اینجوری نباشه که با طلوع خورشید نماز قضاست، به درد دیگه نمیخواد، منتظر باش، چشم به راه باش. میگه همچون غلامی. جالبه اینقدر این مسئله در انجیل تکرار شده که بنده من 10 بار من تو انجیل دیدم، بیش از 10 بار اینو گفته آماده باشه، مثل غلامی که آقایش به سفر رفته و قول داده باز میگردن و تو بیدار باش خونه رو من تحویل بده. اصل قیمت این هم انجیل لوقا هم کلمه لوک میشه، لوک خوشحال شده بودیم لوک که اینه کلمه‌اش استفاده. میخوام آشنایی پیدا کنید با این اسامی فلان. کلمه جان مثل همون یوحنا. خب این کلمات میخوام ببینید چند اسمایی که واسه دارم میذارم اسمش چیه. خیلی مذهبی ها مثل پیغمبراشون و قدیسیشون رو گذاشتن، همین الان دارن اسمای استفاده میکنن. انجیل لوقا 12:35 و 36 کمرهای خود را بسته و چراغهای خود را افروخته بدارید، شما مانند کسی باشید که انتظار آقای خود را میکشد تا هر وقت آید در را بکوبد و بیدرنگ برای او در را باز کند. منتظر باش، آماده. در جای دیگه میگه مثل کسی باش که آقایش به عروسی رفته است. خیلی جالبه، لفظ عروسی استفاده میکنه و گفته خانه را تمیز نگه دار. خونه باید تمیز باشه. یعنی چی از اینجا میفهمید؟ وای برای اون کسایی که میگن جامعه رو باید فساد بگیری تا امام زمان بیاد. توی این خونه باید تمیز باشه، بیرونش رو بذار لجن بگیره. توی خونه تمیز، گفت من نیستم نگه دار تمیز اینجا رو. اگر نری به سمت تمیز کردن خانه جامعه که داری زندگی میکنه و خانه دل، امام زمان ظهور نخواهد کرد.
100,000 سالم سفیانی و کیک بیان فایده نداره. شرط اصلی اینه که اول این دل تمیز بشه، از افلح من زکا، و دوم خانه جامعه رو آماده کنم. مثل هلیکوپتری رو فرض بکنه یه جای تمیز میخواد برای نشستن، زلزله شده به هم ریخته، یه جا میخواد بشینه تموم. این ما این که حجابیم، امام زمان داره برای سر ما میچرخ، بیا آماده کن بیا. ما این که آماده نمی کنیم. خوشا به حال 12:37 خوشا به حال آن غلامان که چون آوایشان آید ایشان را بیدار بیاورد. خوشحال اون کسی که بیاد ببین اینا بیدارن. عزیز من نمیخواد متوجه این نکته بشیم ما که چرا دعاهای امام زمان سر صبح هم عهدش هم ندبهش زیارت شده اینجوری نیست. چرا سر صبح؟ میگه از خواب بیدار شد. قشنگ به اون میفهمه که ما خوابیم، ما خفتگان مخمورگان مات دشمن شادیم. دشمن شاد شده رفتار. درودت باد ای باگیر بیداری بر این مخمورگان مات دشمن شاد. درودت باد ای مرحوم تو صد خاطر و صد یاد. ما باید آماده باشیم، دل هم نگه داریم، هم جامعه رو بیدار نگه داریم. پس شما نیز 12 چه؟ پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در زمانی که گمان نمی‌برید پسر انسان میآید. فکرشو نمی‌کنی یهویی میگه خبر آمد، خبری در راه است. 21:11 زلزله‌های عظیم در جایها، قحطی‌ها و وباها پدید می‌آید و چیزهای هولناک و علامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد. اینا از نشانه‌های زوره. این همین موارد در احادیث اسلامی داریم که زلزله‌ها فراگیر می‌شود، وبا زیاد میشه، طاعون زیاد میشه. حضرت رسول می‌فرماد میگه مردم طاعون دارن اما تو چهرهشون نشون نمیده، همه از درون طاعون دارن. به بیماری داره نشون میده درون داره مردم رو می‌خوره اما ظاهرشون سالمه. برای بعضی تفسیر مثلا به بیماری جدید مثل ایدز و امثال میکنه. مثل اعتیاد، کسی که امروز معتاد به کراکه با یک طاعونی فرق داره. میگه همه اینا طاعون میگیرن، از چهره‌هاشون نمیتونی تشخیص بدی. دخترها فلان میشن، پسرها اینجوری میشن، حدود کم میشه، احترام پدر مادر نمیمونه، پسرها خودشو شبیه دخترها میکنن، دخترها خودشو شبیه پسرها میکنن. اینا کسایی که خوابن، امام زمانم بیاد یا بیدارشون نیستن. از نشانه‌های آخر زمان این است که دختران سرهاشون مانند کوهانشون دوها میشه. به چه نوع آرایش هم من رسیده اشاره کرده. (21-27) آنگاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم می آید. 21-25 در آفتاب، ماه و ستارگان علامات خواهد بود. همین هم در نشانهای ظهور اسلامی داریم که میگه یک خسوف و یک خسوف بی‌مورد و غیر وقت خودش به وجود خواهد آمد. میدونید ماه گرفتگی همیشه 14-15 ماه برگوش عموما، چون ماه دیده میشه. آخر ماه که اصلا ماه دیده نمیشه چه ماه گرفتگی؟ میگه ماه گرفتگی اون موقع میشه، یعنی وقتش نیست. یعنی در ماه، در خورشید، در آسمان، در ستاره ها نشانه ها خواهد بود. و نهایتا انجیل یوحنا، اینا مطالعات بیشتر به خودتون میسپارم و برید تحقیق بکنید. در انجیل یوحنا باب 12 آیه 27 تا 29 اینجوری میفرماد که و به او قدرت بخشیده است که داوری هم بکند، زیرا پسر انسان است. پسر انسان است میدونی یعنی چی؟ یعنی نتیجه بشریته. یعنی بشریت رو این نتیجه میده. تا نیامدن او بشریت در جهل مرکبه. آیات قرآن رو عنایت داشته باشید. تا نیاد امام زمان خلقت انسان نتیجه نداده. آقا نتیجه نداده. خدا انسان رو در بهشت آفرید، خطا کرد، سقوط کرد. حالا باید دوباره برگرد به حالت ابتدایش، برسه به اون حالت. حالا برنامه ها داره خدا واسش. خدا برنامه ها برای ما داشت، ما خطا کردیم، برگشتیم. حضرت آدم زمانی که حبوط میکنه میندازش پایین تا 40 روز گریه میکنه، 40 سال اشک میریزه. بعد جبرئیل خدا میفرسته میگه به این 5 تا کلمه رو گفت فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. در آیه 23 5 تا بگو تا ببخشن. من نمیگم، سنی داره میگه، مستدرک الصحیحین، کتاب جلال الدین سیوطی، خصائص نبویه، اینا مال برادران اهل سنته.
اینا میگن 5 کلمه این بود، یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. این 5 تا یعنی اونا هم میدونستن که باید به این نور اهل بیت سوگند بدن، چون اینا که میگن جمع بکنن جریان رو. شیطان تا الی یوم وقت معلوم فرصت خواست، خیر الی یوم یبعثون فرصت خواست، گفت تا روز قیامت من فرصت بده. خدا گفت الی یوم وقت معلوم، آیا قرآنه گفت تو یه روز معلوم بهت فرصت میدم. تایید نکرد حرف ابلیس. پس قبل قیامت یه اتفاقی باید میکنه زن بیفته که بعد از اون ابلیس فرصت نداره. بابا عقل و شعور آدم داره میگه. بچه ابتدایی به آینه نگاه کنه میفهمه. ببخشید بچه ابتدایی. شما نمی‌فهمید. خدمت شما عرض کنم این چه نکته‌ای است؟ یعنی ابلیس شنید آقا نامزاده گردن میزنه. این نتیجه بشریته، این نتیجه انسانیت میخواد همینجا به منصیر ظهور نشه. بعد از اون روی زمین بهشت درست خواهد شد. میدونید دیگه طرح مفسرین من جمله انصاری که بزرگترین تفسیر صوتی جهان اسلام متعلق به ایشونه 13000 صفحه چرا تفسیر داره ایشون. انصاریان نه انصاری. خدمت شما عرض بکنم که تو مشهد هستن. ایشون قائل بر اینه که اون بهشتی که حضرت آدم و حوا ازش رانده شدن کجا بوده؟ رو همین زمین بوده. دلایل مختلف منطقی هم بیاره. ایشون مثلا روایت میاره که میگه حضرت آدم طلوع و غروب خورشید رو میدید. 2 شیطان که به بهشت راه نداشت و چجوری رفت. 3 اون بهشت اصلا افتتاح نشده، روبانش هنوز قیچی نشده، کجا داره؟ 4 قرآن یه جا میگه رضوان، یه جا میگه جنت، یه جا میگه فردوس، که ما فرق داره. یعنی بهشت زمینی همه ولی الله الاعظم میشن. زیرا ساعتی میآید که تمام کسانی که در قبور هستند آواز او را خواهند شنید. عجب عجب اشاره میکنه به رجعت. میگه اونایی که تا انجیل داره میگه ها، میگه اونایی که تا قبران صداش نمیشناسن. اللهم من حال بینی و بینه الموت الذي جعلته ولا عبادك حتما مغزيا فاخرجني من قبري معتذرا كفاني شعار سيفي مجردا بناتي ملبيا دعوت الداعي في الحاضر والموت. هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری خواهد شد. یعنی هم به رجعت انسان‌های صالح اشاره میکنه هم ناصالح، که هر دو را آمده روایت داریم. یا اون زمان بیاد بعضی زندهشون میکنه، کارشون داره. مکاشفات یوحنا باب 12 بندای 1 تا 5. این خیلی عجیبه. اینو بگم کیف کنه. هدیه من مخصوصا میخوام. علامتی از این در آسمان ظاهر شد. زنی که آفتاب را در بر دارد، ماه زیر پاهایش است و سرش و بر سرش تاجی از 12 ستاره دارد، باردار است. پسری به دنیا می آورد که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد. زنی که خورشید را در بر دارد، ماه را در زیر پایش و تاج از 12 ستاره سر دارد، باردار است. پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. اینا تو کتابان ایناست. مکاشفات یوحنا 20-24. شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشن گرداند، زیرا که جلال خدا آن را منور خواهد ساخت. 23:5 دیگر شب نخواهد بود و احتیاجی به چراغ و نور و آفتاب ندارند، زیرا که خداوند بر آنان روشنایی میبخشد. آیه قرآنش چیه؟ و اشرقت الارض بنور ربها. آقا امام صادق در دلائل الامامه صفحه 243 از امام صادق 240 از امام صادق نقل میشه که و اشرقت الارض بنور ربها یا ظهور آقا زمان. اصلا عموم جاهایی که شمس استفاده شده، خورشید استفاده شده، قرآن اشاره میکنه به ظهور آقا زمان. نور جایی که استفاده شده اشاره به اهل بیت داره و ظهور آقا زمان. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینا میخوان با فوت کردن نور خدا رو خاموش کنن. خیلی قشنگه میگه آتش، میگه نور. میگه با فوت کردن میخوان لامپ خاموش کنن. این نوری که الان اینجا هست نور دیگه ما همیشه داریم میبینیم. اینو با فوت واقعا خاموش کنن. اینقدر این کار احمقانه است. یعنی پس افراد سعی خواهند کرد این کارو بکنن. دارن میکنن دیگه.
والله متم نوره، خدا تموم میکنه نورشو. یعنی یه سلسله نور رو داره نشون میده که تمام میکنه نورشو، اون آخر میرسونه. ولی هم کره کافر، بذار جون این کافر رو درات، بذار برشون سخت بشه. رساله پولس به رومیان: و آن که برای حکمرانی امتها مبعوث شود امید امتها بر وی خواهد بود. 15-12 کتاب اعمال رسولان 1 تا 9 باب 11. همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد به طوری که او را به سوی آسمان روانید. علاوه در اروپا خصوصا خدمت شما از ما، در کل دنیا، در تمام ادیان اعم از ابراهیم و غیر ابراهیمی شما اثری از منجی رو می‌بینید. در اسپانیا به رودریگو اشاره دارن، اعتقاد دارن. یونانیان به کالویدر، سربستانیا به مارکو کرالیویچ، سلت‌ها به بوریان بوریهیم، اسکاندیناوی‌ها به اودین، ساکنان جزیره انگلستان قدیمی‌هاشون به آمدن فردی به اسم آرتور اعتقاد داشتن. اسم آرتور هم زیاد می‌ذارن. میگفتن از جزیره آلوان ایشون خواهد آمد و نژاد آنگلوساکسون رو بر دنیا حاکم خواهد کرد. اقوام اروپای مرکزی به بوخست اعتقاد دارن. بودایی‌ها میگن بودا میگن، چینی‌ها میگن کریشنا میگن. مصری‌ها باستان از 5000 سال قبل اعتقاد داشتن که منجی خواهد آمد. جالب بدونید دو تا نکته در تمام ادیان مشترک بشه اینه که یکی یه خدایی دارن، یکی منجی دارن. ما دین داریم که قیامت رو قبول نداره، اما منجی داره. این خیلی عجیبه. اصلا در تمامی ادیان به تواتر رسیده. اشتراکاتی در میان مسیحیان و مسلمانان هست. اولا اینکه هر دو منجیشون رو زنده میدونن. هم مسیحی‌ها هم مسیحیان، هم مسلمان، هم شما مسیحیان. خدمت شما از کنم منجی رو زنده میدونیم. یعنی اینجوری نیستش که ما مسلمانان بهتر بگیم ما شیعیان، چون اهل سنت منجی رو زنده نمیدونن، میگن لزومی نداره هر موقع وقتش برسه به دنیا میاد. فقط مسیحی‌ها و شیعیانن که اعتقاد دارن منجی باید اگه حاضر زنده باشه و او خواهد اومد، گرفته شده به آسمان رفته. جالب قرآن هم همین نظر تایید داره میکنه. قرآن میگه حضرت مسیح چیه؟ زنده است. چی شد که حضرت مسیح زنده است؟ به امام زمان ما که رسید وارثید. مسلمان قرآن میخونه، اون قبول داری؟ یکی میرزا قبول نداری؟ اگه قرآن قبول داشته باشه اصلا نمیتونه امام زمان زیر سوال ببره. هر انقلتی به قرآن هست. میگه چجوری تو 8 سالگی امام شده؟ میگم چجوری عیسی به گهواره پیغمبر شد؟ یحیی طفلا صبیا، طفل شیرخواره پیغمبر شد. اون چجوری 1170 خود اسلام کرده؟ همون جوری که قربونش برم حضرت نوح فقط پیغمبری کرده. فکر کنم 2000 راحت زده بوده. حضرت عیسی بابا حی حاضر زنده است دیگه. اینا حضرت عیسی چرا نمیگه؟ چرا باید زنده باشه؟ چون عیسی زنده است. به همین دلیل. بیا اینا ردش کن یا قبول کن. و چیزی فکر نکنید اینا مثلا با خود قرآن جواب دادن، اصلا به روایات چیزی نمیشه. و ما اعتقاد داریم آقا امام زمان با حضرت مسیح با هم دیگه میاد و حضرت مسیح تصدیق میکنه امام زمان رو. و بدونید کلمات یعنی کیا؟ اهل بیت. آیه قرآن داریم میگه ما چون مریم کلمات الله رو تصدیق کرد بهش عیسی دادیم. آیه قرآن نداریم؟ میگه مریم کلمات الهی رو گفتم دیگه، کلمات رو تصدیق کرد. کلمات یعنی چی؟ نور اهل بیت، خود اماما. فتلقی آدم من ربه کلمات، سوره بقره آیه 124. و اذ ابتلی ابراهیم ربه به کلمات. میگه ما ابراهیم رو با کلمه آزمودیم. سربردن اسماعیل داره میگه کلمه چی گفتی بچه؟ نه دیگه همینه دیگه. اون 5 تا میخواد کی بدون میاد؟ اسماعیل. این بود که سخت شد آزمون. میگه خدا چجوری من سر ببرم؟ این سر ببرم 5 تا دیگه بدون نمیاد. گفت تو ربطی نداره، میگم سر ببر. این بود آزمون سخت شد. وگرنه فکر کردین ابراهیمی که جان هیچ مثل جون خود آدم براش عزیز نیست. دارن خوش میندازن تو آتیش، فرشته ها میگن بیا، میگه نه برو شما با بالایی برنامه بستم بندازم تو آتیش منو. یه همچین فردی ابوالادیان پیامبر بزرگ الهی اولوالعزم با کسر بردن فرزندش داره. نه بابا این میدونست که آزمون کلمات. جالبه در مورد حضرت مسیح هم که میرسه میگه حضرت مریم تصدیق کرد کلمات خدا رو، قبول کرد اونا رو، اوکی رو داد، ما بهش ایستادیم. حضرت زکریا در مورد چی صحبت میکنه خدا؟ بازم کلمه میگه ما بهش دادیم. میدونید دیگه حضرت زکریا ای که اشک میریخت ماجرای چی شنیده بود؟
آقا امام حسین شنیده بود، اینقدر اشک ریخت که خدا بهش گفت عیب نداره، یکی شبیه اونو بهت میدم. چجوری شاید شد حضرت یحیی پسرش؟ سر بریدن. جالب الان رأس الحسین و مقبره مطهر حضرت یحیی تو مسجد امویه حضرتش تو یه جا هم گذاشته خدا. مقام رأس الحسین کسی که سوریه رفتن کجا رو عرض میکنن. ما اونجا رفته بودیم، بعد خدمت شما عرض بکنم که یه گروهی از اروپا اومده بودن، اینا هلندی بودن، کجا بودن، خیلی دیگه دور بودن، دیگه ما اینجوریشو ندیده بودیم. بعد 6 هفته بودن، همشون خانم بودن. اینا اومده بود اول رفتن برای اونا به خاطر حضرت یحیی میان دیگه اونجا. رفتن اونجا، وقتی اومدن این طرف دیدن همه مسلمانای گوشه یه جا جمع. اومد و آقای دکتر میرلوحی، ستاشه میرلوحی که امریکا بدون نقاب رو نوشته کتابشو. بعد توی همین راز آرماگدون هم شبکه خبر بعضی موقع ایشون رو نشون میده. ایشون 21 سال امریکا بوده، تسلط خیلی عالی بر زبان انگلیسی داره. بعد ایشون شروع کرد در مورد امام حسین صحبت کرد که سر مبارکش رو همونجوری مثل حضرت یحیی بریدن فلان و همان. اینو گریه می‌کردن. من به چشم خودم دیدم دختره داره اشک می‌ریزه. اصلا انگار آقا عبدالله یه جوریه ماجراش که همه به اشک میافتن. خود حضرت آدم روایت رو بخونید دیگه، وقتی اون 5 تا نام گفت یا حمید و برق محمد یاری رسید به یا قدیم علیه السلام و عبدالحسین، یهویی عجیب دلش گرفت اشک. گفت جبرئیل چه بعض شما اینجوری شدن. فلذا عزیزان این بحث کلمت الله ما می‌بینیم حضرت عیسی خواهد آمد با حضرت مسیح با حضرت مهدی تصدیق خواهد کرد. حضرت جالبه ما در روایات داریم که حضرت مهدی میاد احترام میذاره به بابا بزرگ خودش، میگه میدونید که پدر بزرگی نه که بابا پدر بزرگیش بشه، جد حضرت مریم مادر بزرگ حضرت مهدی یه جوری محسوب میشه. بذار خدمتتون عرض بکنم فامیل حضرت عیسی و حضرت مهدی با هم دیگه. مادر حضرت مهدی نرجس خاتون از نسل شمعون حمون صفاست. شمعون حمون صفا پسر عمه حضرت مریم. فامیلش نه دیگه، فامیل با هم پارتی بازی رو نیستش، هستش دیگه. تو قرآنش هم پارتی بازی هست. حضرت موسی میاد به خدا میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. این جای شما نباشه داشته باشه بعد ما دیگه اینا استخدام بشه. شایسته سالاری ها. خود حضرت ابراهیم هم پارتی بازی کرد. وقتی از این آزمون سر تماماندن قال انی جالو که لناس امام گو مبارکت بشه امام شد. تازه قبلش حضرت ابراهیم با این همه سیستم اولوالعزم بوده امام نشده بوده. ببینم این کسایی که میگن امامت کجا قرآن انی جالو که لناس امام مبارکت بشه امام شد. قال من من ذریتی نه اول بچه ما هم داره اینا امامش میکنی. گفته دیگه میگه یا روح الله تقدم، میخوان نماز جماعت بخونن، حضرت مهدی و حضرت مسیح میگه یا الله شما بفرمایید یا روح الله تقدم انما اقمت الصلاه لک، ما حاضریم نماز رو به پشت سر شما بخونیم. حضرت مسیح میگه یا بقیت الله بعثت وزیرا لا امیر، من وزیر محبوس شدم نه امیر، شما بفرمایید. و جالب بگید آقا هم حضرت عیسی و هم آقا امام زمان در فوان جوانی میان، سن 30 خورده سالی، برای همین خیلی ها بر نمیتابن، خیلی سختشونه. فکر کنم مثلا آقا امام زمان ظهور کرده تو سن 30 خورده سال، خیلی عجیبه ها برای خودمون. میبینید برای جا نرفتیم خسته که شدید ها کسی خسته شدن بدن دیگه جایی بزن، چون فقط این اناجیل رو رفت مثل فاز تورات. هارامبام از بزرگان یهودیت، پیغمبر نیست، کسی اصلا یهودیت رو اومد در 13 اصل تعریف کرد، خیلی هم قبولش دارن. اسم دیگهش موشد میمونه. خدمت رو عرض بکنم، نخندید اسمشه. نشریه بینا سال 1378 شماره 4، این نشریه متعلق به یهودیانه، کشور خودمون، کلمه کشور خودمون. شمیان هارامبام گفته هر فرد یهودی که به ماشیا معتقد نباشد و یا چشم به راه آمدنش نباشد منکر بیانات موسی و سایر پیامبران بنی اسرائیل است. شرط یهودی بودن رو میدونی 13 تا شرط داره، 12مین شرطش اعتقاد به ظهور منجیه یهودیت. میگه نداشته باشه اصلا قبولش نداره کسی. امانوئل شوهر بر مبنای عقیده هارامبام میگه که
اون فردی که خواهد آمد از ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یعنی مسیرش اون طرفی تشخیص میده. و خدمت شما عرض بکنم از بقیه پیامبران بنی اسرائیل و حتی ابراهیم و اسحاق و یعقوب هم بلند مرتبه تره. میگه اون آخریه که قراره بیاد، اینا بهش میگن ماشیه. یهودی‌ها ماشیه همان مسیحه. مسیح. یهودی‌ها خیلی سینا رو شین میکنن، به سلام میگن شالوم. نسا زنان، نسا نمیگن نشاییم. به موسی میگن موشه. این که گفتیم موش ابن میمون، موسی ابن میمونه. تو بحث پژوهشی این چیز زیاد نرسید، بخنده به جایی نرسید. خدمت شما عرض کنم اشاره میکنه که اون منجی ماشیه بن دیوید، اینا اعتقاد دارن اون ماشیه از نسل حضرت داووده. دیوانا مشکلشون همینه دیگه، همین حضرت مسیح بود دیگه. حضرت مسیح فرزند حضرت مریم، حضرت مریم از نوادگان حضرت داووده. واقعا حضرت مسیح همون مسیح ابن داوود بود، چون اینا نمیخواستن بپذیرنش ردش کردن. نمیخواست قبول کنه. اون میگه زنا نکن، اون زنا کنه خاخامه. میگه عرق نخور، میگه نزول نگیر. این میگه باید خواهد پیغمبر خطرناکیه. اینا برخورده و پیامبران الهی داشتن، تاریخ باید بنویسیم. 70 تا پیغمبر توی بین‌الطبیعه سر میبرن. حضرت زکریا میزنن تو درخت، لای درخت خالی، تو خالی درخت رو میبرن. حضرت جرجیس بعضی جا میگن همه آخ و اوخ میکنن. حضرت جرجیس مبعوث میشه، گنده اینا پادشاهشو میگه اینو بگید یه بلای سرش بیاد، یه پیغمبر خودش جرئت نکنه اینجا پیغمبر بفرسته. میگیرن آقا شب تا صبح حضرت جرجیس رو با شلاق میزننش، میگه جای سالم تو بدنش نبود، قرمز شده بدن، خون بودن. میکننش تو لباسای این رومیا هست، آهنی‌ها نشون میده شوالی‌ها دارن. از صبح که طلوع آفتاب میاد تو ساحل دریا میذارنش تا دم غروب جلو آفتاب. اصلا یعنی زودپز میشه، اون آهنه دیگه، داغ میشه، تمام بدن متلاشی میشه. اصلا میارنش بیرون از همون شنای کنار ساحل دریا، با چسب میچسبونن رو چوب، شنا با چسب میچسبونن رو چوب، سنباته درست میکنن، میکشن رو بدنش، تمام بدنش رو سنباته میکشن. بعد پیکر مطهرش رو میگیرن میندازن تو سرکه ترش. بعد جنازه رو آتیش میدن و چند روز آویزون بوده جنازه رو آتیش میدن، خاکسترش به باد میدن یا به آب. اینش یادم رفته، اینا برخوش با پیامبر بوده. برای چی در بسم امام زمان میگه عینت طالب به ظهور الانبیا؟ کون کسی که خونخوار پیغمبر است. ببین اگه قرار برای ما بیاد امام زمان که ما پیغمبری نکشتیم، ما مسلمان گیره که کشته باشه پیغمبر خودمون مثلا کشته میشه، نبی یه نفر میگه انبیا پیامبران الهی، میاد پدر اینها رو در میاره. ظلم اینا پیامبران کردن که از همه اینا بدتر از عذاب جسمی عذاب روحی بود که به اینا میدادن. پیر شد حضرت موسی دست اینا. یه روز میوه میخوام دونه نخورد، فرض کنید میوه میخوام پوست گندم نخورد. این ماجرا گاوش رو بخونید. گفت برید برای اینکه قاتل پیدا بشه بدید گاوی بیارید قربانی کنید، خدا اونجا قربان. گفت گاوه چاق بشه لاغر بشه. حالا که اینجوری خدا سخیره. گفت مثلا لاغر بشه. گفت چند سالش بشه؟ گوساله باشه اینا. اینجوری باشه، از شیر افتاده باشه به شیر ما. نر باشه یا ماده باشه. گفت آقا یک کاری کرد، دومش چرنگی باشه. این شاخاش چجوری باشه؟ لج می‌کردن. بهانه‌های بنی اسرائیل اصلا معروفه، ضرب المثل اینا به بهانه بنی اسرائیل میاد. آقا کار به جای رسید که در کل بنی اسرائیل یک گاو بیشتر نداد اون مشخصه که خدا خواسته. باباشونو در رفتن بیاره گفتن گاو بده، گفت نمیدن. این یارم شاخ شد واسش. گفتن جون مادرت بده، ما دیگه اینجوری چجوری بده؟ گفت باید معادل این گاو پوستشو دارن طلا کنید تا بدن. طلا دادن گاو رو گرفتن. یعنی چه سرتق بودن اینا. عذابای روحی به پیامبر دادن. خود پیامبر خودمون این یهودی شمال مدینه پیر کردن. جهل مشرکین، جهل اعراب جاهلی پیر کردن. هیچی مثل آدم نفهم سر کرده دادن برمیست. خدا نسل گوری رو نکنه. حالا این انشاءالله نسل شما بشه تا ببینید چی. میگه اون آخریه که میاد از ابراهیم و اسحاق و یعقوب یه از گنده‌تر ندارن، این بهتر بزرگترین پیامبران بنی اسرائیل داره نام میگه از همین هم بالاتره. جالبه حتی یه چیزی ما حدیث از حضرت رسول داریم میفرماد علما امتی برای شما میگه
افضل من انبیاء بنی اسرائیل. علماء امت من افضلن بر انبیاء بنی اسرائیل. ببین امام این امت چی میشه، برای که بتونید مقایسه کنید. کنسون اشاره به علم بسیار زیاد منجی میکنه و اعلام میکنه اون مرده ها رو میتونه زنده کنه. خب ببین همین دارم، یعنی معجزه از مسیح نبود، همین رو باید بس میپذیرفتید مسیح دیگه. نه، گفتن اون نیستی که دیگه. حالا ببینید به حضرت مسیح چی میگن؟ میگن مسیح ابن یوسف. یعنی حضرت مریم با یه نفر رابطه داشته به اسم یوسف، بچه اونه. جالبه ابله ها اخیراً شبکه مسیحی هم میبینن میگن، من دیرم میبینن میگن از مسیح ابن یوسف. خودشون هم دارن میگن دیوانه ها که طبیعی نیستشون تحت سلطه رسانه‌ای ها بوده. مگه میشه به پیامبر خوش میاد؟ ما در روایاتمون داریم آقا امام زمان بیاد، پس این هم میشه اشاره به حضرت مسیح باشه زنده کردن مردگان، هم این که آقا امام زمان بیاد تمام معجزات پیامبران پیشین خودشو داره، همه رو یه جا داره، یه چیز هم بیشتر داره، همه رو داره. یعنی چه میدونم عصای موسی، انگشتر سلیمان نشدیم میگن در دستشه، نه اینکه اون انگشتره باشه باید اون انگشتر کار میتونه معجزه کنه، یا اون عصای مهمه، اون عصا رو من شما بدن هیچ کار دست برنمیاد، ای بزن تو در دیوار هیچ چیزی نمیشه. الان تو فیلماش دیدی عصای درست میکنه ازش ستاره میباره دست بچه‌ها جادوگری میکنن، یا هم عصای موسی است مثلا. نیومن میگه هرگز تحقیق در مورد دین یهود نمیتواند از اعتقاد به ظهور ماشین جدا باشد. انتظار مسیح در آیین یهود صفحه 48. در تعالیم یهود نام‌ها القاب گوناگونی برای حضرت منجی خودشون در نظر گرفتن. بعضیا میگن شیلو، بعضیا میگن قیدامو که در تورات به زبان ترکم هاست. در زبور نامی که برای این خیلی جالبه، در زبور نامی که برای منجی در نظر گرفته شده قائمه. سلامتون بفرمایید. خیلی جالبه. جالبتر اینه که خود قرآن به ما گفته ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرث صاحبات صالحون. میگه این که زمین به ارث بندگان صالح من میرسه رو کدش گذاشتن برای تو تورات و زبور. جالب اینه کتبنا فی الزبور من بعد ذکر. اول میگه زبور با اینکه زبور بعد از ذکر بوده، میگه من بعد از ذکر، بعد از تورات آمد زبور. چرا اینقدر؟ برای اینکه میگه بیشترین نشانه‌های مهدیتون رو شما میتونید تو زبور اینا پیدا کنید اگه خواستید با اینا بحث کنید. 150 بخش داره، از 150 بخشش 55 بخشش در مورد امام زمان ماست. حالا یه واچش رو براتون می‌خونم. نسبت حضرت پس مریم با امام زمان مسجل شد برای شما عزیزان دیگه. ببینید پس چی شد؟ حضرت مریم، حضرت ابراهیم دو پسر داره، اسحاق، اسماعیل جد پدری امام زمانه، درسته؟ ایشون حضرت رسول، امیرالمومنین، حضرت زهرا، اینا تا میرسه چی؟ آقا امام زمان. جد مادریش ایشون نرجس خاتون. نرجس خاتون رسید به پسرعمه حضرت مریم. پسرعمه پدری یکیه دیگه، درسته؟ طرف پدر یعنی پدری. خدمت شما عرض بکنم که بعد میاد بالاتر میرسه به حضرت سلیمان، میاد بالاتر به حضرت داوود، از حضرت داوود میرسه به یسی پدر حضرت داوود، یعنی به معنی قوی. از اون میاد بالاتر میرسه به یهودا، از یهودا میرسه به یعقوب، از یعقوب میرسه به اسحاق، پسر دیگر حضرت ابراهیم. ببین نسل پدری از طریق اسماعیل، نسل مادری از طریق اسحاق. جایی که گره میخوره، چند در میلیارد احتمال هست اینجوری جور بشه چیزی. واقعا ببینید خیلی عجیبه اینجوری جوره. جالبه بدونید ما نسل رو در میان اعراب از چه طریقی ادامه دار میبینیم؟ پدر و مادر. در میان یهودیان مادر. از خودشون رو بپرسی نمیدونن چرا. ما سادات رو برچه هم میسنجیم؟ باباش سید باشه. البته کسی که مادرش سیده او هم سیده، فقط حق خمس نمیگیره و حق نداره همون مسیح به سر بگذاره، وگرنه هیچ فرقی با بقیه سادات نداره. همون شأن رو داره. ژن اصلا فکر اینو میکنی که ژن اهل بیت تو رگ‌های ایناست، خون اهل بیت تو رگ‌های ایناست، تنش میرسه خودشون. وای به سیدا که شما با این ژن و این سلول‌ها گناه بخواید بکنید. این هم داشته باشید. میشه تن آدم میرسه. این طرف ماجرا حواستون باشه. و ما احترام قائلیم برای همه سادات.
من تا جایی یادم باشه بچه 3 ساله سید بشه از زودتر نمیرم جایی. خب خودشون هم حواسشون باشه وقتی همچین تو این دنیا هر چی بخوای میتونه به دست بیاره. هر چی بخوای، مثلا تا سن 80 90 سالگی بخوای مثلا فیزیک اتمی بخونی ممکنه. نمیتونی بگی صفر اتماش هست. تنها چیزی که امکان نداره به دست بیاره اگه بهت نداده باشن که سید نباشی. سید نباشی نمیتونی سید بشی. یعنی یه چیزی خاص دادن به بعضیا. حواسشون جمع باشه. خداوند تورات سفر پیدایش باب 12 خداوند بر ابراهیم ظاهر گشت گفت به ذریه تو این زمین را میبخشم. تمام این زمین را که میبینی به تو و ذریه تو تا به ابد خواهم بخشید. همه پیغمبران که ما میشناسیم از نسل حضرت ابراهیم هم میگه. هر تا 3 تا دینم اون پیامبراشون از نسل حضرت ابراهیم هم. 13 15 5 تا 8 به سوی آسمان بنگر ای ابراهیم، ستارگان را بشمار، اگر خواهی ذریه تو چنین خواهد بود. یه ذریت اینجوری خواهی زیادش میکنم. انا اعطیناک تو را از کلدانیان عراقی‌ها بیرون آوردم تا زمین را به ارث تو بخشم. ان الارض یرثها ارث میرسه. نام تو بعد از این آبرام خوانده نشود بلکه نامت ابراهام خواهد بود، زیرا تو را پدر امت‌های فراوان گرداندم. بعد از اینکه اون آزمون بزرگ به حضرت ابراهیم سربلند بیرون آمد، به حضرت ابراهیم 1 اضافه کرد، به حضرت سارا هم میگن 1 اضافه کرد. میدونید دیگه اون قربانی رو یهودی‌ها قبول ندارن حضرت اسماعیل بوده، میگن کی بوده؟ اسحاق بوده. همین چیز خوب میرسن تو خودشون. حالا بذار خوش باشن با هم. خدمت شما عرض بکنم که میگه آره بعد از این آزمایش نفر 1 بهتون دادیم. اون نمیدونه چی کار میکنه. ما خبر نداریم. میگن. اما داره اشاره میکنه که چی؟ پدر امت‌های فراوان گردانیدم. آیه قرآن سوره حج آیه 78 ملت ابیکم ابراهیم و هو سمعکم. درسته؟ سمعکم مسلمین. یا شما مسلم اسمتون رو شما مسلمان تسلیم هم به خدا. تو را بسیار بارور گردانم و امت‌های بسیار از تو پدیدار کنم، پادشاهان از تو به وجود آیند. عهد خود را این چون شد خیلی مهمه. عهد خود را در میان خویش و تو و ذریه بعد تو استوار گردانم. خدا صحبت از یه عهد میکنه. امام زمانی و صحبت این دعایی که میخونیم اینا بی خود اسمش عهد نیست، یه حساب کتاب داره. 124 بقره گفت باید ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و اتمهن قال انی جاعل للناس اماما. 125 میشه میگه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل. میگه ما با ابراهیم عهد کردیم از طریق اسماعیل. اسحاق بار میبره مجلس دلتون به خسابون نزنید که نسل بعد از نسل جاودانی باشند. در مورد اونها حالا اینش خیلی قشنگه. باب خودم اینو اصلا تو طولاب میخواستم او بخونم. 16 از سفر پیدایش خداوند در ببین به حضرت ابراهیم چی میگه و اما در خصوص اسماعیل تو را تقاضای تو را اجابت فرمودم. اینک در مورد اسماعیل چیز ازم خواسته بودی؟ قال و من ذریتی بچه‌تم رو خواسته بودی؟ در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم. اینک او را برکت داده بارور گردانم، او را بسیار کثیر گردانم، 12 امام از وی پدید آید. از این واضح‌تر خدا بچی دادم باید ببینی دیگه. جالب باز اشاره میکنه به چی؟ به خیر کثیر. کلمه کثیر رو استفاده میکنه، امت کثیر رو استفاده میکنه که همین کلمه کلیدیست که اون 12 امام. ببینید چی میگه آقا مصطفی؟ میگه حضرت زهرا همچون کوهساری است که ما همچون چشمه از او جاری هستیم. نقش حضرت زهرا اینجاست. به همین مسئله اشاره میکنه ناعطیناک الکوثر. این نسل امامه از چی نام پیدا میکنه؟ حضرت پیامبر که پسر نداره کتاب پیدا کنه. میگه نگران نباشی رسول الله انا اعطیناک الکوثر، ما به تو خیر بی حد و حصر عطا کردیم. خیر زیاد نیست که کوثر یعنی خیر بی حد و حصر. فصلی لربک وانحر، قربانی کن مثل
نماز بخونه قربانی کن. ان شانئک هو الابتر. اون که تو مسخره که خودش بی دنباله خواهد. میدونید شب نزولش بودی عربی بودی مطلب اینا رو بهمان گفت راستی چجوری تو بچه‌ها چیه؟ مطلب اینا را به راه میومد. حضرت رسول خود دلگیر شد. اما کاری نداشت. از طرف دیگه هم میدونه همه این مسیر آمده هم که برسن به مهدی. آزمون دارن میشن و پیامبران رو هم آزمون. حضرت ابراهیم آزمایش نکرد. حضرت رسول هم داره آزمایش میکنه. پسر داره میشه بچه. پسر داشت ابراهیم. قاسم چرا چشم میشدن؟ یه خورده بزرگ میشدن رفت میکردن. بعد پسردار نمیشد. حالا خدا بهش گفت نگران نباش. آزمونه رو پس بدید. او از طریق دختر تو به خدا. زنی که خورشید را در بر دارد، ماه در زیر پاهایش است، تاج از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان رو حکمرانی خواهد کرد. سایر انبیاء یهود هم اشارات دارن تون من فقط میخونم. اشعیای نبی فصل 11 بندهای 1 تا 10 و نهاری از تنه یسی. قاموس کتاب مقدس مصر حفظ میگه یسی اسم پدر، یک از لقب‌های پدر حضرت داووده. بیرون آمده، شاخه‌ای از ریشه‌هایش خواهد شکفت و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت. از این اصلا کاملا متوجه میشه حضرت عیسی داره قشنگ اشاره میکنه به روح الله بودنش. ببینید مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد بود. کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. حالا اینجاش دیگه میتون آخرین ظهور دیگه اصلیه، نه اون ظهور نیمچه که اومد خدا دوباره بروجش داد. گرگ با بره سکونت خواهد نمود از ویژگی آخر زمان و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر با هم. امام حسن مجتبی در رسم آخر زمان میگه وصلت از سبا، میگه درندگان با هم به سور میرسن. این یعنی چی؟ یعنی واقعا گرگی گوسفند نمیخوره یعنی گشنگی میمیره. خدا ذاتی اینا رو عوض میکنه، غریزه‌شون عوض میکنه. نه مثال یعنی اینقدر صلح همه جا رو میگیره. نمیتونم کار کنه تا مطالعه کنیم چی میشه، بحث کنیم اونجوری رو یه چیزی قبول کنیم، بحث کنیم یعنی چی؟ این حرف خیلی حرف عجیب غریبیه. اشعیای نبی فصل 65 بند 9 نسلی از یعقوب و وارثی برای کوههای خویش از یهود به ظهور خواهد رسانید. برگزیدگانم وارث آن و بندگانم ساکن آن خواهند بود. حجی نبی فصل 2 بندهای 6 تا 9 یهوه سبایوت از همون یهوه خدا چنین میگوید یک دفعه دیگر آسمان‌ها و زمین و دریا و خشکی را متزلزل خواهند ساخت و تمامی امت‌ها را متزلزل خواهند ساخت و آنگاه فضیلت جمیع امت‌ها خواهد آمد. این خانه را از جلال خود پر خواهند ساخت. دانیال نبی 12:1 امیر عظیمی که برای پسران تو ایستاده و نامش قائم است خواهد برخاست. بسیاری از آنان که در خاک خوابیده‌اند بیدار خواهند شد. این از دانیال داره میگه. نام میبره. میگه اونایی که مردن زنده میشن. باز به رجعت اشاره میشه. دانیال نبی 12:3-4 آنان که بسیاری را به راه عدالت رهبری میکنند. یاره امام زمان داره میگه. میگه اینایی که دارن زمینه ظهور فرا میکنن اینا کیان؟ مانند ستارگان خواهند بود. میدونی دارن زمینه ظهور کیو فرا میکنن؟ کار واسه امام زمان فکر کمه. آیت الله ناصری به آیه شفیع سربستانی گفته بود که به کسایی که تو حوزه مهدویت کار میکنن بهشون بگید آقا امام زمان به ریاکاراشون هم صدا میده. به ریاکاراشون هم هدیه میده. یعنی اونا که با خلوص نیت کار میکنن که هیچی. اینا فکر نکنید کسی برای موضوع کار میکنه کم کسی ها. کسی که رو صدق نیت ریا حسد الله رو بزنیم کنم. میگه حتی با ریا هم باشه خدا صدا میده. اما کسی کم کسی نیست. زمینه ظهور مهدی فراهم کردن یعنی زمینه 124,000 پیامبر رو اثر بخش کردن. افتخار کنید به خودتون اگه میرید تو جلسات امام زمان. اگه دعا نوت بخونن افتخار کنن به خودشون. اونایی که جلسه برای امام زمان میذارن افتخار کنن. اونایی که خرج میدن برای امام زمان افتخار کنن. آقا جالبتون بدم هر کسی نمیتونه برای امام زمان پول خرج کنه. جدی میگم من خیلی آدم برای امام زمان میتونم پول خرج کنم. برای امام زمان نه. من قاچاقچی دیدم پول داد پول گوسفند شد گوسفند سر بریده شد رفت تو دیگ غذا شد نداد خوردم. اما تو دستور امام زمان ندیدم. حضرت تو مقام نازه. یعنی نازش رو باید بخرید. روک به شما میگم به این سادگی ها اینجوری نیستش که
بیای به هر کی به اندازه خودش سله میده ها، یه سفره بنده، اما هر چی بیای یه خورده آزمونت میکنن، سختی میکشی، اذیت میشی، میخواد ببینه پس میزنی به خاطر چی اومدی، به خاطر چی اومدی، دستگیری میکنه ازت. آقای شجاعی ما پیشش بودیم، آقای محمد شجاعی توزیع مهدوی، ایشون انصافا خوب کار کرده. من سیدیایش رو پیشنهاد میکنم گوش بکنید. تو مترو نشستین رو برسیم میتونید برید توی گوشی این وامونداری گوکوردوری اوتورون رو کرده میزنه، اینو گوش کن. خدمت شما عرض بکنم ایشون میگه من شبی در خواب دیدم با میگن خواب حجت نیست. خب آقای شجاعی به شما میگه خواب من واسه شما حجته. این خیلی جدی. میگه شب من در خواب دیدم که قیامت شده، همه رو دارن میریزن تو جهنم، همینجوری درست که دره ها یه تهش آتیش فعیله میریختن تو آتیش، گر اینجوری میریختن توی آتیش. میگه ما گفتم خب الحمدلله ما که 8 سال جنگ بودیم، درس حوزه هم خوندیم که ما رو مهندسی گفت شما جهنم. گفتم من قاطی نکردم اونجا، گفتم رشته خیلی ناراحت. بعد میگه آقا من یه لحظه احساس کردم هیچ ندارم، متوسل شدم این برابر یه دستمالی یه چیزی پیدا کنم، دیدم هیچ مثل خان آقا امام حسین نیست، آقا عبدالله نیست. گفتم یا آقا عبدالله دست ما رو بگیم، یه عشقی من گوشه چشم من، یه نگاه که فرشته خنده ببخشید. گفتم بابا من این همه کار کردم، گفتم تو کاری نکرد. گفتم بابا من این همه دویدم فلان. گفت پرونده‌تو نگاه کن. این پرونده‌ام باز کرد. گفتم باید چیکار کنم؟ یه ورق دادم قشنگ، دیدم نوشته که برای امام زمان کار کنید. یعنی اونی که اصله ما امام حسین میزنیم تو سر کلمون که بفهمیم مردم به امام زمانشون خیانت کردن. آی کیو امام زمان خودتو دریا، یزید زمان خودتو دریا، این غریبه. میشستن آقا امام رضا مجلس خط میگیره پسر عبدالله محرم سفر، امام رضا بالا مجلس میشه تو صندلی، اینا میمونه گریه زارن تخت کلهشون هر میرفتن بیرون. ای بابا امام زمانته، اینو دریا، مأمون برش نداره ببردش. امام حی حاضر خودشون میگه هل من ناصر ینصرنی، واسه امام گذاشته داره گریه میکنه. اصلا راز گریه کردن بر ابا عبدالله باید منجر به ظهور امام زمان بشه. نشه قاطی کردیم. پرچم سرخ معنا داره این طالب به دم المقتول به کربلا، فایده نداره. اصلا روش به شما میگم عزاداری واسه هر امامی که تهش به امام زمان نخوره فایده نداره. چی؟ ولی خیلی بد گفتم ما، اما واقعا همینه. عزاداری که منو به ظهور نرسونه به چه درد میخوره؟ منو به امام حی حاضرم نخوره نرسونه به چه درد میخوره؟ عزاداری که خون به دل امام زمان من بکنه به چه درد میخوره؟ بابا زمین و زمان پیغمبر داره چجوری اشک‌گذاری میکنه؟ ببین اون کیه که ما میتونیم ببینیمش، ما داریم براش کار میکنیم. ما خودمون نمیگم نوعی رو دارم، یعنی میتونیم براش کار بکنیم. دریابیم امام زمان. دایان نبی خوشا به حال آنان که انتظار میکشند. افضل الاعمال انتظار فرض. آقا امام صادق میگه اگر من مهدی رو درک میکردم چه میکردم؟ بگید خدمتش میکردم. امام صادق میگه ما بفهمیم، یعنی اینقدر مهم آن دوران که ما بفهمیم. حقوق نبی ایشون حالا یهودی ها میگن حبقوق، قبلش مبارکشون توی سکان سال 72 73 بود، یه اتفاق افتاد اونجا فرو ریخت قبلشون، رفتن پیکر مطهر این امام تمیز تر و تازه، موی رگه هایی رو پیشونش دیده میشد. عزیزی که توی اونجا بوده خودش اومده برای من گفته ها، با یه واسطه دارم میگم، فردی که حضرت رو دیده داره میگه. حضرت حیاقوق یکی از منتظران عجیب غریب امام زمان بوده، معروف بوده به اشک ریختن بر امام زمان. 2500 سال پیش. ایشون براتون میخونم. اگرچه تأخیر نماید ولی برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد بود، بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خویش فراهم می سازد. در عیون الاخبار جلد 1 صفحه 134 اومده میگه از حضرت حبقوق نبی از منتظران سرسخت بود و جالب ذکر دائمش هم این بود، ذکر دائمش این بود اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. واسه در 15 سال شما میگید و عجل فرجهم قبلش نمیگفتید کی بهتون یاد داده؟ از کجا اومده؟ اینا از اون
اتفاقای خوشگل آخرالزمانی ها خود آقا امام زمان به دل شیعیان چیزایی رو میندازه، خدا الهام میکنه، خدا وحی میکنه. خیلی جالبه ها، قبلا مردم نمیگفتن، الان اصلا جزء لاینفک صلوات شده. اگر میخواد شیطان رو عجیب غریب بسوزونید این وعجل فرجام چه بگید، چون وعجل فرجام یعنی میاد توی گروه گم شده رو حالی به اساسی بده گردن میزنه. در روایت در مسجد کوفه قبة الصخره ابلیس گردن زده خواهد شد. برای همین این ملعون میگه امام زمان نخواد، چون اگه بیاد گردن کیا رو میزنه؟ شماها رو میزنه. اصلا من اینو نمیدونم از کدوم روایت بیرون کشیدم. امام زمان گردن بزن نیست، این دروغ بفهمیدن. 80% دختران دبیرستانی ما توی آمار گرفتیم فکر میکنن امام زمان بیاد گردن میزنه. این فیلم 300 یهودی‌ها خودشون ساختن. تو فیلم 300 سوار بر اسب سفید میاد گردن میزنه میره. او میخواد ما اینجوری فکر کنیم، نه امام زمان بیاد امام مهربانی باباش گردن ملت رو همینجوری میخواد میزد تو خیابون راه امام زمان بیاد سوار بر اسب همون ردیف میکنه تروری هم گردن میزنه. مثلا خواهش صندل شمشیر هم میگه بدو همینجوری. این مزخرفات نگید، گناه داره، ظلم به امام زمانه. امام زمان هم مهربانیه، بیاد حلم ناصری. یک کسی هست بیعت رو جالبه شما روایت زور بررسی کنید. آقا امام زمان دیگه دشمنان سرسخت امام زمان صهیونیست‌ها و غربیان دیگه امام زمان 7 سال با همونا صلح میکنه، تا 7 سالش میگه بیاد امام اونا هم هست، بابا امام بشری امام اونا میگه تو هم بیاد. جالب بعد 7 سال بعد میگن مزد ایسا میگن تکلیف ما روشن کن، تکلیف خودت هم روشن کن، با اون یا با اون. اونا میگن بعد جنگ در میگه، جنگ هم اونا رو میندازن. کدام امام وقت ساکن جنگ رو انداخت که حضرت مهدی را بندازه؟ نگه این حرف رو، اینا تصدیق کن. تو خدای رو بگی همین موضوع گردن زدن جامعه مزخرف، این توتی خود شیطانه. چون امام زمان گردن رو ملعون میزنه، مثل چی داره از جونش میترسه. یه نکنید بیاد گردن ما رو میزنه بدبخت بشین. آیا بیاد گردن شما رو میزنه، ما تحریف داره میکنه. زبور که خیلی عجیبه. خود زبور یا زبور حضرت داوود میگه مزامیر حضرت داوود. مزبور یا مزموره به معنای مکتوبه، یعنی نوشته شده. در قرآن و انجیل با اسم زبور ازش یاد شده. از 150 بخش داره که 55 بخش اون به صورت خیلی جدی به امام زمان اشاره میکنه، 35 بخشش که اصلا اگه به شما بخونه میگه امام زمان من داره میگه. اصلا واضحه قرآن هم ما کد داده یه برین بخون. مزمور 37 بنده 9 11 12 17 18 27 و 29. شروران منقطع خواهند شد اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند گشت. باز به وارث بودن اشاره میکنه. بعد از اندک زمانی شروری نخواهد بود و حلیمان وارثان زمین خواهند گشت و میراث آنها خواهد بود تا ابدالآباد. خداوند صالحان را تایید میکند یا ابا صالح المهدی. خدا روزی کاملان را میداند و روزی ایشان خواهد بود تا ابد نسل شروران منقطع شده، صالحان وارث زمین خواهند شد و در آن تا ابد سکونت خواهند بود. جام او در نیکویی شب را به سر خواهد برد و ذریه او وارثان زمین خواهند شد. جام او در نیکویی شب را به صبح خواهد برد. به اون لحظه ظهور داره اشاره می‌کنه که آقا امام زمان یه شب احیا میگیره، شب تا صبح اشک میریزه که بابا برسون خدای ظهور من، شیعیانم مظلومن فلان، که یهوی آقا خدا حضرت حقش به آقا امام زمان میگه برو و میاد رو پشت میکنه به خونه کعبه بین رکن و مقام وای میسته، میگه انا بقیت الله انا سمساه المنتقم. اون لحظه است جهانی ها، یعنی از خود آدم تا خاتم منتظر این لحظه بودن، دل میزدن برای این وهابی احمد هم یعنی رو مطلع مشرف به خانه کعبه و ترتیب انداز نشستن امام زمان بین رکن و مقام با تیر بزنن. نفهم شد خودمون نداره. مزمور 72 بندهای 2 4 7 8. و او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را انصاف و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان را زبون خواهد ساخت. در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور سلامتی خواهد بود و حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریا، از نهر تا اقصی نقاط جهان. این کل زمین آماده اینه، همش مال خودش میشه. مزمور 72 بندهای 11 و 13. جمیع سلاطین او را تعظیم خواهند کرد و جمیع امتها او را بندگی خواهند نمود، زیرا چون مسکین استغاثه کند او رهایی بخشد. یعنی میگه باید بخوای مثل این مسکین تا به رهایی برسه بهت، باید بخوای، باید مضطر بشی. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما میدونید دعای چیه دیگه؟ اون شب ظهور امام زمان بارها اینو تکرار بوده، اشک میریزه خودش همینو میگه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هی میگه تا خدا میگه باشه برو.
میگه بابا باید بخواش، مسکین نیستی، بدبخت نیستی، بیچاره نیستی، یتیم نیستی، بخوا بابا بیاد دیگه. تا نخوای نمیاد که. تا نگرید طفل کی جوشد ورم. مزمور 72 بنده 17 تا 19. اسم او تا ابد بماند، اسمش چون آفتاب باقی بماند. یعنی شرایط قبلی خودش بر نمیگرده، بیاد و یه حکومت تشکیل تمام بشه، مثل حضرت داوود، مثل حضرت موسی، مثل حضرت سلیمان، مثل حضرت رسول. خیلی موفق بود، دین اسلام وجود آورد، اما یه بازم یه خورده برگشتن به جاهلیت خودشون عرفا. نه، او دیگه تمام کننده است. چون آفتاب باقی بماند، در اون مردمان برکت خواهند یافت و تمامی قبایل او را خجسته خواهند یافت و نام او تا ابد متبرک باد و تمامی زمین از جلالش پر شود. مزمور 69 بند 3، 130 بند 5 و 6، 25 بند 2، 5 و 22. برای خداوند منتظر باش، قوی شو، او دلت را تقویت خواهد کرد. نه ترس، مطمئن باش، میاد. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ما میگیم نزدیکه. ای همگان که برای خدا انتظار میکشید، منتظر خدا باش، طریق او را نگه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. انتظار بسیار برای خدا کشیده، چشمانم از انتظار خدا تار گردیده. خود حضرت داوود داره اینا رو میگه من اینجوری انتظار دارم، چشام تار شده اینقدر اشک ریختم برای اون. همه حرفا رو میزد که یهودی اومدنش گفتن بابا برای کی داری گریه میکنی؟ خودت بیا حکومت تشکیل بده دیگه. انتظار بسیار برای خدا کشیدم، چشمانم از انتظار خدا تار گردیده. منتظر هستم، من منتظر و به کلام او امید دارم. آقا مصدق قضیه هم چی میگه؟ اگر حجت را دفع میکردم تمام عمر به او خدمت میکردم. یا العجب، جان من منتظر خداوند است، زیاده از منتظران صبح. بله، هر که انتظار تو را میکشد خجل نخواهد شد، زیرا که تو خدای من هستی. تمام روز منتظرت بودم. مزمور 67 بند 4، مزمور 68 بند 3، مزمور 72 بندهای 2، 4، 7، 8، 19، 17 و 149. امتها شادی و ترنم خواهند کرد، زیرا که قومها را به انصاف حکم خواهد کرد. به این قشنگ داره در مورد سوم شخص برای آنگاه زمین محصول خود را خواهد داد. امتها شاد، اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادمانی خرسند شوند. او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را به انصاف، مساکین قوم را دادرسی خواهد کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد. در زمان صالحان خواهند شکفت و وفور سلامتی خواهد بود. احادیث شیعه چی میگه؟ میگه کور و شل و کر و اینجور چیزا دیگه نداره. همه اصلا علم پزشکی خیلی پیشرفت میکنه. نه چرا اونجوری میگیم؟ مگه حضرت عیسی کور و شفا نمیداد؟ این نمیگه همه معجزات پیامبران داره، مریض پیدا نمی‌کنی. اینقدر واسه دعوا مریض به خود پیدا نمی‌کنه. او حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریا، از نهر تا اقصانقات جهان. فراوانی قله در زمین بر قله کوه‌ها خواهد رسید. شنیدیم میگن گندم‌ها چندین برابر میشه، یه تیکه اینقدر کبیر پیدا نمی‌کنی. خدا میگه باران‌ها را بر کبیرها خواهیم باران و همه سرسبز خواهد شد. وفور قلات. الان میدید ما چه آمارای خطرناک و دهشتناکی داریم. 1,800,000,000 نفر از جمعیت کره زمین زیر خط فقر محضن. 1,800,000,000 فاجعه است. نگاه، ما الان فقیر محض، خط فقر محض در کشور خودمون نداریم. یعنی یه هرچی طرف باشه یه نون رو میتونه بخره بخوره. یعنی گشنه محض، یعنی حتی یک تونه نون هم نداره. واقعا در حساد این ریشه درخت میرن میگردن تو زمین پیدا میکنن. 1,800,000,000 نفر عموما هم تو آفریقا. اینا فکر نکنید یه چیزی که نه اینا مال قدیما بوده الان نیستش. نه بابا الان بیداد داره میکنه گرسنگی در دنیا. میگه وفور قلات. اهل شهرها مثل علف زمین روش نما خواهند کرد. جمعی امتهای زمین رو خوشحال خواهند دید. یعنی چی؟ میاد نشانه آخر زمانی که شهرنشینی خیلی زیاد بشه. اون زمانی شهرنشینی خیلی کم بود، دوست داشت نشینی. اون زمانی همچین پیش بینی شهرنشینی خیلی زیاد بشه. ظاهرا حداقل میخوره دیگه. مزمور 149 بند 7. اینش خیلی قشنگه. شمشیر دودمه در دست ایشان است و تا از امتها انتقام بکشند. یعنی حتی به ذوالفقار امیرالمومنین هم اشاره میکنه که در دستشه.
اینا کتاب‌هایی داشتن، حتی اسم امیرالمومنین به نام هیدار به عنوان کسی که قلعه خیبر رو فتح میکنه تو کتابش اومده بود. وقتی امیرالمومنین قلعه رو فتح میکنه خیبر رو، میگه کیه؟ میگه علیه. میگه نه این اسمش هیدره، این علی نیست. ما تو پیشگویی‌مون اومده کسی که قلعه رو فتح میکنه نام هیدر داره. میگه آره مادرش رو هیدر خطاب کرد، لقب داشت. دونه دونه پیشگویی داشتن. حضرت رسول کتابش قرآن میفرماد حضرت رسول یه جوری شناختن یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم، یه جوری شناختن که مادر بچه‌ش رو میشناسه. اینا میدونستن. و جالب این نکته شیرین به شما بگم، طبق پیشگویی‌های اونها، قرآن خودمون رو بذاریم کنار، احادیث رو بذاریم کنار، طبق پیشگویی‌های اونها، اون قوم آخر الزمانی که مهدی موعود میاره ایرانیان. خدا کنه که تو این مسئله بدا صورت نگیره. یعنی ما مأموریت الهیمون رو به پایان برسونیم. آمده ها تو پیشگوییشون، برای این اینقدر از ایران میترسن. جالبه 100 و 200 سال پیش مجسمه آزادی رو توی آمریکا رو به سمت شرق، رو به سمت ایران مشعل به دست میذارن که یعنی یک بار دیگه تمدن شما رو امید نماد تیه دیگه، نماد تائیسی که تخت جمشید آتیش داد. فاحشه‌ای بود، همراه اسکندری برابر می‌رفت. چه دلیلی داره از مجسمه فاحشه رو درست کنه؟ رو به سمت ایران شرق دوباره مشعل به دست گرفته. یعنی این کشوری که ما داریم می‌سازیم، امریکا میگه کسی که سیدی مردن مستحضرن. اولین کشور از بیخبر ماسونری دنیاست. که اصلا یهود و صهیونیت، یهودیت صهیونیسم رو بیداد کرد. رو به سمت ایران ایستاده. ما این وعده الهی رو، این لطف الهی رو دست نخواهیم داد. می‌بینن که بخاطر این کشور بخواد تو مسیر بیاد جلو، امام زمان بخواد بیستاد، خلاقانش می‌کنه. تو بولدوزر داریم پیش می‌ریم. شوخی هم نداریم. چون دوست داریم اون قوم منتخبی باشیم که قوم برگزیده‌ای که آقا امام زمان میاره. شما یاران حضرت رو بیاید تو روایت بخونید چند تاشون ایرانیه. مثلا شهرها هم نوشتن 313 یاران چند تاشون عموما ایرانیه. عموما ایرانیه. چشم امید حضرت به ایرانی هست، به شیعیان ایران. مگه میرزای نائینی آقا امام زمان خواب ندید بعد اینکه روسا حمله کرد قحطی هم جا رو گرفته بود، آقا حالا میان بعضی میان در خواب دید، بعضی میان مکاشفه صورت گرفت، خود حضرت رو دید، میدید دست به دیوار تکیه داده اینجا نگهش داشته. این چیه؟ گفتش این ایران ما شیعه خانه ما ترک میخورد، خم میشود اما نخواهد ریخت. یعنی نگهش داشتیم. ما خون دادیم، 300-400 هزار تا بچه جوان رفتن خون دادن. اینا رنگ امام زمان، نه امام زمان دیدن اینا. امام خمینی امام زمان بود، امام بود، است معصوم بود، نبود. اینا بابا به عشق میگفتن نایب امام زمانه، میگفت بیارید بجنگید، اینجوری میرفت. میدونی یعنی خودش بیاد اینا چی میکردن؟ چی میکنیم؟ ما باید به خدا کد بدیم، بگیم بابا این امام خمینی معصوم نبود، چون ما نایب امام زمان میدانیم. اینجوری میگفت برید خرمشهر بگیرید. چشم آقا آمریکا فلان داره، شوروی پشت سرشه، 87 تا کشور دارن کمک میکنن، ماکشم میرفتن. این اگه آقا خودش بیاد بگه برید چیکار میکنه؟ فکر کنم خدا وکیلی پاوره نبودن. نیمه شعبان در راهه. من نرسیدم دیگه به بقیه کتاباشون، موند ایرادی نداره. نیمه شعبان در راهه. تو خدا نیمه شعبان رو به گناه سپری نکنه. به اسم امام زمان جشن تولد نگیریم، گناه کنیم، بچرخیم تو این خیابونا هرزگی بکنیم، بزن به رستا بندازه فلان. من پارسال تازه از عراق برگشته بودم، اینقدر دردم گرفت این نیمه شعبانی که تو همین محله تهران پارس هم چرخیدم. از فلک اول رفت اومدم فلک دوم وایستادم، طرف اینو مسترجن من داد شب نیمه شعبان پایین پاساژر همونجا داشت فیلم می‌فروخت. یادمه تقسیم کردن یه دیویدی، اون پاساژ بزرگیت چی اسمش؟ پارسیان. یادمه یه دیویدی بهم داد، تعداد فیلم دیویدی داد 1000 تومان، تعداد فیلماشو تقسیم کردم به اون 1000 تومان، هر فیلم افتاد 167 تومان. ما مونده بودم این خوابم دیدم. 2 تا کوچه از همونجا پایین‌تر، همونجا 2 تا کوچه پایین‌تر. آقا این یارو باند گذاشته بود، گل پریشو بله داشتن می‌خوندن. 2 قدم اومدم بالاتر، 2 تا کراکی دیدم توی گودی آیفون دم و دستگاه گذاشتم ده بکش. شب نیمه شب به اسم امام زمان. ببینید اینو بدونید،
شیطان خیلی دوست داره از همونی که خدا میخواد از همون گناه بیرون بکشه، کری بخونه، بگه خدا دیدی لایق سجدهش دادن نبود، دیدی یکی از این شب میلاد مبارک بزن. اینو مراقب باشید. نذارید آقا خانواده‌تون بگید کجا میخواد برید، شادی کنید، برید توی جشن شرکت کنید. همینجا من دیدم اینجا سخنرانای خوب، مداحای خوب اشاره کردن، برای میدم اینجا استفاده بکنید، اما خداییش نذارید به هرزگی سپری بشید. پسرا بزن برفت، دخترا بغل وایساده بودن، حلقه درست کردن، یا این پسرا عقده بازی خودشون هول میدادن، میرفتن میزدن به دختر من. خب این واقعا در حالت عادی و نرمالش این اتفاقات معنا نداره، چه برسه شب نیمه شعبان. و خون به دل ما زمان داره میکنیم. لاغر ما برو گناه بکنم، غلط داره میخواد بکنه، برو بکن به اسم ما زمان در نیار رو. نذاریم ما باید این جنبش آگاهی رو شروع بکنیم. دعا مدعا یادمون نره، دعا عهدا یادمون نره، عهد ببندیم با امام زمان. اللهم ارنا الطلعة الرشیده و الغرة الحمیده و کفر ناظری به نظرت منی الیک عجل فرج و سهل مخرجه و اوسع منهجه. اللهم عجل وليك الفرج والعافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوان الله صالح و المستشهدین بین یدیک. خدای ما آدم بکنه و شایستگان ظهور آقا امام زمان قرار بده. خودمون بچه‌هامون نبره پول بابای بچه‌هامون، خودمون امام زمان رو ببینیم، حکومتش رو درک بکنیم. صلوات جناب Thank you.